سلام علیکم دوستکای عزیزم. من هدهد هستم و خوش دارم هر طرف چکر بزنم. من پر از شوق شناخت پروردگار بزرگ هستم. امروز میخوایم شما را با خود ببرم و سفر در آسمان ها تا نشانه های قدرت و مهربانی الله متعال را ببینیم. آیا آماده هستین؟ اولین چیزی که از بالا میبینیم زمین است. خانه بزرگ تمام انسان ها، حیوانات، نباتات، پرندگان و سایر جانداران. وای چقدر زیباست! از این بالا آبهای زمین به رنگ آبی و خشک‌ها به سایر رنگ‌ها معلوم میشه. اما آیا این زیبایی سر به خود جور شده؟ نه خیر، این همه به قدرت خدای یکتا آفریده شده. مثلا شما از طریق تلفن یا کامپیوتر یا تلویزیون مرا میبینین، اما آیا تلویزیون سر به خود جور شده یا کسی جورش کرده؟ حتما یک کسی جورش کرده که حال شما مرا دیده میتونین. نگاه کنین، زمین به آرامی میچرخه. نیمی از زمین در روشنی و نیم دیگهش در تاریکی است. آیا میدانین چرا؟ چون خدای متعال زمین را در حرکت قرار داده تا که روز و شب به میان بیاید. اگر روز و شب نمی بود، نه کسی میتونست درست کار کنه و نه کسی درست خواب کرده میتونست. سبحان الله، چه نظم دقیق آفریده است الله متعال. ببینین که چگونه زمین در میان هوا آویزان است. نه ستونه داره و نه کدام پایه، اما با قدرت الله متعال بدون هیچ تکیه‌گاهی در فضا حرکت میکنه. اگر اندک از مسیر خود بیرون میرفت، یا در آتش آفتاب میسوخت یا در سرمای بیپایان یخ میزد. اما ببینین که خداوند دانا آن را چقدر دقیق در جایش قرار داده تا که ما بتانیم در زمین زندگی کنیم. البته زمین بسیار خاص است. نگفتین که چرا؟ چون در زمین آب و اکسیژن فراوان است که در سایر سیاره های نزدیک زمین وجود نداره. و چرا انواع حیوانات و نباتات در زمین وجود داره؟ جوابش آسان است. چون در زمین انسان ها زندگی میکنن. انسان اشرف مخلوقات است و خداوند مهربان برایش این مهمانخانه موقتی را فراهم کرده. پس هرگاه چرخش زمین و نور آفتاب را دیدین و یاد بیارین که هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست. همه با فرمان الله متعال در حرکت هستند. دوستکای عزیز من هدهد در این سفر یاد گرفتم که زمین نه فقط خانه ماست، بلکه نشانه از قدرت و لطف پروردگار بزرگ است. پس بیاین هر لحظه که از زمین استفاده میکنیم با هم بگوییم خدایا شکرت.